سلام دوستان، خوش اومدید به چنل من مهدی گیمر هستم و امروز اومدیم که پارت 8 بازی جی تی ای وای سیتی رو با هم بریم. امیدوارم از این سری بازی تا اینجای کار خوشتون اومده باشه. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظرتون رو تو بخش کامنت برامون حتما بنویسید. لینک پیج اینستاگراممون هم اینجا میاد، اگه دوستش داشتید میتونید فالوش کنید. میریم سراغ بازی. امیدوارم که از دیدن این ویدیو خوشتون بیاد. بزن بریم. خب دوستان عزیز، اگه پلیلیست بازی جی تی ای وای سیتی رو ندید توصیه می‌کنم که برید ببینیدش، از دستش ندید. ویدیوهاش داستان بازی رو متوجه بشید. اوکی، رسیدیم. اوکی، ببینیم چه مقالتی برام داره آقای اومبرتو روبینو عزیز. من از هینا متنفرم. این بار آخریه که با من طرف میشن. کلکشون رو میکنی. به اندازه کافی به خاطر اونا از دست دادم. چی از دست دادی؟ تو میرونی؟ فعلتو کامل کن. مثل زنا؟ الان وقت مزه ریختن نیست. یالا دوباره برام رانندگی کن. افراد منو ببر اونجا و ما کلک این هینا رو میکنیم. هینا؟ وقتی که با من طرف میشن یعنی که با کل گنده ترین مرد این شهر طرفن. بله، این سخن خیابانی طور هم گفتش. Your team in World Cup? No. اینم عالیه. وایسا. حیف شد. این تاکسی هم خوبه. 14 هم هست. اینا هم سوار شن. ما مثل مردم میجنگیم. آفرین، مثل مردها بجنگید. هی رفیق، خوشحالم که تونستی انجامش بدی. مخلصم داشتیکو. این جلونه یه مش کف داره، همشونو میکشی. آفرین. حمله. اوکی، الان میترکه ماشین. یه دونه شون موند، دیگه هم یه دونه رو میزنیم. اوه هم بالا بیان جلو، کمکی بدید آقا. فاک جیرمون دادن آقا. اینم از این. نه برادر حمله کن. نه برادر حمله کن. بله، مثل گوسفند رفتن اینجا و مغزشون پاشید به در دیوار. تک تیرانداز روی پشت بام. اونا مثل دختر بچه ها می جنگل. پناه بگیرید. ما بله، از سمت کافه احتیاج به تقویت نیرو داریم. ولی با اسنپ اومده اینا دوستان عزیز. با اسنپ اومده به جنگل. تاکسی میگیرم. شت، خیلی وزاخیته. اون تک تیرانداز لعنتی رو بزن. کارهای سخت میده به ما. اینور اوکی، ایول اینجا از این چیزا داره. اینم از این. خب نبودی دیگه. برید بیرون ترسوها. شرم بر شما باد. نمودی بیرون. اینم شد. نبود کسی. خب دیگه مثل مرده شجاع بجنگی. مثل مردهای شجاع بجنگید. تامی ما شجاعت خودمون اثبات کردیم. بریم اون مواد مخدر رو بزنیم و سریع فرار کنیم. اونا هم بزنیم. خب
اینا هم زدیم و برگردیم به کافه پدر اومبرتو. گفتید ببینید با 2 ستاره هم شدیم. باید حواسم به پلیس هم باشه. پلیس هم که میدونید کلا تو وای سیتی و کلا سایر نسخه های جی تی ای کلا ردی مدی هم میزنن کتلتمون میکنن یا انقدر با ماشین میکنن به که ماشین کلا سرویس بشه یا خودتون میزن سرویس میکنن یا ترتیب اثر میدونی. خوبه $2000 ما داد. نایس. ببینیم چه معمولیتی برای ما داره. اومبرتو یه قهوه لطفاً. تو مثل مار هستی. تو دروغی یا دروغی یا یه ترسوی احمق. اینا دارن به من میخندن. یواش یواش، مشکلت چیه؟ به من میخندن. به من اومبرتو رومینو هر کاری که دلشون میخواد میکنن. اونا کاری میخندن؟ میکنن که تو بهشون اجازه دادی. چی؟ میخوای بهش ترتیب میخندن. کالا رو بدم اما برات خرج داره. میدونم که با هم دوستیم اما این یه معامله است. کامی تو واقعا مردی. تو توی تجارت مثل آقاها هستی. این هینا یه این هینا؟ محموده از راه دریا میاد. جنس خیلی خوبیه. حتی دوبلورا هم اسمش نمیتونه تو درست. ترتیب این کارو بده با من مثل برادر خودم مراقبتم. اصلا مثل پسرم. فکر کنم که پول رو ترجیح بدم رفیق. بله. هی ریکو، قایق قشنگی داری. آماده ای؟ دیدی تامی؟ حالا تو براشون یه هدف عالی هستی. اون قایق منو خوب میشناسه، پر از سوراخه. باشه. خب اینجا واسه یه معامله در جریانه بین اون اعضای گنگ هایتی و یه گنگ دیگه ظاهرن داره معامله میکنن. و اسنایپر هم اینا رو میزنیم راحت، یه سری راحت. از اینا باید سریع باشیم، تیز باشیم، هم اینا رو بزنیم. خب اینا که رو قایقن همه رو بزن. اوکی اولین این خب همه اینا رو زدیم ایبا. عشق هست. نایس. من نزنم مالو فرمون نوازین از این چی بلغور میکردیم اونجا اون بالا نمیدونم. خب اینا پاک شد. خب خب یا بمیر. اوکی سلاح ای بابا خرید که اینو برداریم. اوه قایق ریکو رو میزنه. ریکو جون داشت شوی. خب زن پاکوندنش. A few moments later. وای پلیس نه و چرا همیشه پلیس فاک. ایول چی اوکی ماشین ایول. نایس. بیا بیرون گم شو بیرون یالا. اوکی ایول رنگ هم نزدیم ولی خب پلیس ما رو شناسایی نمیکنن. وای دوباره 4 ستاره شدم بی شرفای بی‌ناموس. میدونم چون قلبم الان گرفته.
این هایتی ها خیلی ازشون بده میاد. جن زدم به چیزم تیراندازی کردم این پلیس ها دوباره مشکوک شدن. حالا سب کنیم 4 ستاره بپرم. ایوه خب اینم بریم تحویل بدیم. حالا ببینیم چقدر پول به ما میده. 4000 دلار به ما داده. ایوه نایس. نایس. اینجوری مواردی میده. نه باید برگردیم و وقتی که موارد آیتی ها تموم شد دوباره میریم مواردش رو انجام بدیم. ببینیم میتونیم موارد آیتی ها رو انجام بدیم. موارد سختی دارن ها. سلام سلام عزیزم بیا تو به روحت استراحت بده. تو باید همونی باشه که مادر بزرگ فکر میکنه، روی قایق کار میکنه. در مورد خودت بگو. منم در مورد کسایی که منتظرت هستن حرف میزنم. میدونی ما خیلی وقته که مردیم، اما تو کسی هستی که من دلم نمیخواد به جای تو باشم. من اینجا اومدم که یه پیغام برسونم. صداشونو میشنوی؟ اونا باید خیلی دلشون میخواد کلکتو بکنن. حالا تو به من اعتماد کن. شاید بتونم بهت کمک کنم. شایدم بتونم با جادو به تو کمک کنم. خب میدونی این چیزایی که میگی یه خورده چی فکر کنم که آدرس عوضی اومدم. تامی تو این چیزا رو میدونی؟ جنایتکارای کثیف کوبایی پسر عزیز منو وادار کردن باهاشون همکاری کنه. حالا اونا میرن سمت پلیس تا موادو به دست بیارن. فکر میکنی موفق بشن؟ من بهت میگم اونا احمقن. حالا پسر خوبی باشه و برو موادو برای عمه پلی بیار. خیلی خوب باشه حتما. همونجور که شنیدید مواد مخدر رو باید براش بیاریم بدوزیم. حالا پلیس هم حالا سرویسمون خواهند کرد. آره دیگه همونطور گفتم باید مواد براش بیاریم. پلیس ها 100% سرویسمون خواهند. مرده سخت بودیم. بریم بالا. خب اولیش اینجاست. اوکی. تکون نخور عوضی. فاک ما رو سرویس میکنن. با 5 تا هم دمش خوردیم. بیوفا بریم دومی. خب اینو از این یه دونه سیگارا کم شد. ولی خب با این حال این یه دونه سیگار از سختی قضیه زیاد کم نمید. یه اون ستاره رو نمیرفتم حالا 6 ستاره میشدم. آرامون کردم باشیم. وای ایوان رسیدیم نایس لاتی را میره. ایوان موارد رد کردیم. خوب بود واقعا. 1000 دلار ما داد. نایس واقعا. خب دوستان عزیز مرسی از اینکه این ویدیو رو دیدید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. یادتون نره که اگه از این ویدیو خوشتون اومد
حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله بغلش هم بزنید که از ویدیوهای بعدی ما باخبر بشید. این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو حتما تو بخش کامنت ها برامون بنویسید. همچنین دیدین که صفحه اینستاگراممون این پایین میاد، اگر هم دوست داشتید فالوش کنید. مرسی از اینکه تا اینجا کار با ما همراه بودید. قربان شما تا ویدیوهای دیگه و پارتای بعدی. خداحافظ.